مسکن مهر خب یکی از مشکلات دولت بود برای اینکه خونه‌هایی ساخته شده بود بدون اینکه تسهیلات لازم داشته باشه. خب دولت بسیار دچار زحمت شد. انشالله تا پایان این دولت مسئله پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد و ما تمام میکنیم انشالله توی دولت 11. شرکت چیه؟ ایلام. سازوکار. آره سازوکار. سازوکار شرکت خوبی امکان داره برای اینکه همه واحدات نه کلا گفتم خود فکر نمی‌کنم. واریزیت کامله؟ آره ما همون زنگ میزنن دیگه. خب نه چقدر دیگه واسیم؟ آره اونو دیگه باید واجد ده بپرسی. بعد یه سوال دیگه، این که رئیس جمهور گفتش که تا آخره، چون ما الان رفتم خیلی از چیزا رو دیدم به لحاظ بستر هنوز هیچ آماده نیست. حالا شاید کی گفت رئیس جمهور؟ رئیس جمهور گفتش که کلش تا آخر دولت تموم میشه. آره این به صحت داره؟ نه؟ خب یعنی گفت پروندهش پرونده مسکن تو پردیس خراب کلا. آقا میخوای واقعی شو ببینی آخر سال دیگه. چند سال؟ آخر سال دیگه. آخر سال دیگه اگه قرار بشه تازه قرارتو بودجه باشه شاید به 3 ماه 97 هم بکشه. هرچی فکر می‌کنم نه اگه همون موقع بولن رو قبول بوده باید دلار رو خریده بودی آقا؟ چه پول قلوبی؟ من هر دوستیم بود یه زانتیا فروختم، یه دونه جایکار داشتم فروختم برای 2 تا، یه دونه مال مادرم بود، یه دونه مال خودم. هیچ رو هوا خاک بر سر شد اون رفت هم ارزش پولمون هم معادلاتمون به هم ریخت. انشالله تا پایان این دولت مسئله پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد و ما تمام میکنیم انشالله توی دولت 11.